سیکو تو سیکو با بزرگیلا عدد سدی ما چه کار کنی؟ گیلک گیلک تیر اسپانیل خود گیلک به کجاییه؟ با خدا من هاری تو پیدا نکنم اگه دل بندتون ندختم همی شلی ها ما پاک بخود بوزا عدی مرگ شما بوز مرگی ها بخوری گیلک کلی کالتو به نفسم برارمه زنده بشه خوب برانگتو اشتبتو گوسفدان خوب بیایی به تخه خرمانشینی باید نمیدی خوب برانگتو همین دقیق کدا دیل تو بطرقه راکش بخی میگوید تو شلی ما بطری نکشه بادیشه جمع کنی تو بالی زمین کلمه بشکشته مادر جو وقتی جمع کن مادر جو باید کلمه بخون شه وقتی جلو شو تا نیم ساعت دیگه کلمه بخون میشه وقتی گیلک و قدو متعریه که تا نیم ساعت دیگه کلمه بخون میشه وقتی برو وقتی من پیاله خود بگی جلو شو همی که کرونباره میگیره که وقت از تو وقتی به تو میگو بیا اینار بابا پیاله تو بیارتر ببینم برو من میگم مادر خوب ببین برو خواب به کله کردو دست من نروم شو خدا کار تو کلمش کنه به خدا دیگه تا زمانی که زنده بشی خمانی ببینی گوسفدان خوبالی نایانه نمیگی من نرم نور که ما دست تو برو در به تمی خلب بلایی تو به خدایا توبه خوب خودی نخودی گردانم اول باشی تا خیست لعب پیران تو بخوره یاد تو نمیره چی قول مقل داری بابا؟ چی بابا دینی دل بعد گیلک پاک بنداختم چری؟ برفتون دیدون گوسفدان خوب بیاورده قراری کرده به سر زمین شلی ما همه گوسفدان برفته و بالی زمین شلی ما معطلیم که یک شمول بادی بشه که قراری کرده بریم همونا چک زنیم همونا به درد ما بخوره میبینون گیلک که برشکسته گوسفدان یلا کرده بالی رو هموخ زر گل به سر شما و باره گسکلقت به سر گیلک هموخ زر به سر کلی و زدم که دل بعد پاک گفتم با بالی که خرمن شهلی گوسفند داخلی نکرده بود تور زنده کدیشتی و پیش محمدی خبری نبردی من بسته سال زحمت کشیدم به خاطر همین 4 من غله آورد این برات گوسفند داخلی نکرده نه میتونم نیستو گردن به من باشه هموخ زر دادم که تا 6 بعدی دونه و دخ پر پری دادم بابا قرار کرده میبینم گیلک شیشتی ترمو چای سیام به پیشی و قرار کرده چای سیام میخوره گوسفندام همه بالی خرمه شلی با همین که چای میخوره که وقتی جو خرجی شو مرگ قبرستون میخورد من داره به در کرد آخه راست بگی من چکار کنم دست از این آخه براد داستان نگردیم امیت درسی به اون ندادم که گردن به من باشه اگه یادی بره تا زنده باشه او به گپ نمیفهم اون روز دیگه گوسفند آخر به پل سبستم از دید پاد سبستم خورده بود من دست از این را اشتر کنم دست از این همسایه
گیلک بابا از امرو دیرون یا زمانی که ما و شما او رو میشناسیم هر فساد پیشگی به طبع گل ما میشه ازش سرجو بشه. الان اگر میامدی خبری به من میآوردی که لاشی به منجی بفتاده برو جنازه رو بردا دل ما خوش میشد. از دست از این به خول بعضاب شد. اونی بری سعی کنی که چی لات یور دادو. بری سعی بکنی. با تزمین بدانی پیش گوسفندان خونه. هنوز رو بدر نکردی. بدر کردو دل جام بری. با تو صبر بکن که من یک دفعه گیر بکن من خودی از کم. این دیگه نفهمید به خوبی خو. گذاشتنی؟ آنه خوب شد تو بدید بخیر تیار هستی بخیرش شکر دم غنیمه سکو برار جو سکو ما به تو چی میگم تو آدم هوشیار فهمیدی برار تو گیلک و ساده خب همال تیر میشدن نورالله خود قال مقال کرده میامد فرغون علفم به دست یابید گفتم چه کار نورالله گفت اگه چی خرمانر همر گیلک ببرده گوسفندار بچرونده خرمانه که ما معطل بودن که باد چه اونا رو همه خرمان چک زنه ها گوسفندار ببرده سر خرمان چرونده خرمان شهلید بله یا کنجتا ما نو به بر رسیده خوشه کرده اگر یک دم خدای ناخواسته گیلک برار تو بدیدم که گوسفندا به چهار طرف پلوش کنجت پل کنجت که با گیله از من نکنی از برار خود کنی چرا که هر سوالی که شما گوسفند داشتیم مردم دست شما به عذاب بود بتاده نه نه سعی کنید شما از امرا بیت تون نرین نام خود آدم کلونی خب ما از درولا خبر ندارم بگذار خبر شوم که این گپ راسته سکر گیلک چیکار میکنم دروغ خب با از گیلک برار ما گیله امنیه شما آدم سادیه چیکار کنیم هیچ کار از او ببر نمی آخر همون گوسفندا و بوزا به جلوی کردن که بچرونه لالا همون گوسفندا و بوزار وقتی او چرونده نمیتونن مردم کشتی اینا هم لغت و لغت ملید و خورده میشه دست گوسفندا ندیم 4 تا گوسفنده به دستیو تو که هوشیاری مادر او بره بچرونه تو بچرون ما نمیفهمیم کار دارم کسب دارم خود دیگه مردم هم دست برار تو بعضا باشه که نشونی میبینی شما گوسفند داره میچرونه سیلا روزم بری انا ما سرزمینو خودیدی بابا ملامت حسین انا ما گفتی کردم با صبر نگی که والله به من نگفتی به زی گفتی بودی گیلک با گریه میکنی؟ چرا چی کرده که گریه میکنم؟ چه کاره؟ با تو چی؟ چه کاره گیلک میگم چرا گریه میکنی؟ به من چی؟ گریه میکنه دیگه تو هم قطعه بدی که گریه میکنه بیاده میکنه گریه نه تو چه کاره گیلک امروز؟ چکار شده کلی تو؟ بخونه نه پرباد شده ایت لکه شده نه بابا خیلیه نه کمیه چه کار شده ایت لکه امیت لکه شده بابا ایلا اندازه سوم مگر میشه؟ آه میشه حالا تو بگو چه کار بشده؟ من کجیر بزن کجیر تور بزن؟ که چری؟ گوسفندا برفته بالای خرمن شیالین و من نمیدید و من گفتم البته اینا پوخی خیلیه بیا من اول بزنه که پوخا شیالی ها و بزیر پوخا قایم اینجا که چه کار فلالا من گوسفندا عیاد به من چای میخوردم تر بیتیار میکنه دزده بگو خوب کاری کد که گیلک تور بزد مام اگه بدید تور میزدم تو مگذره نمیفهمی که مشتری ها طور چک زده نشده چک زده نشده به چی میفهمیده که چک زده نشده اصلا نمونه چک زده هم شده باشه تو چرا بیاری ولی پوخانو بیاری گوسفندا گوسفند نگو مثل تو البته هوشیاریه خود تو که هوشیاری اینا رو میگشتین کجا هوشیاریم تو خودت دندونای افتاده خواهی بیایی به من جهان میگه بازی میکنی میگی این چی بخون نشده نه بخون نشده بچه کل به سرمه تر کل به سرمه تو سردیل خیلی داری برو برات کار خو بخون کشکی میشد که میرفتم درس سرا اینا مگر برون درس سرا اینا ناله شایی که من اما درس رو بگم من کی بود؟ بله سلام علیکم خاله جان منده نباشه بله خاله جان چرا گریه میکنی نانه چی میگی؟ همه با چیزی با شهر معیانانه مگه اوقات تو با باشه و سلط میکنم سیکو تو هم ملامتی گیله نکو دیگه چی ملامتو من؟ تو هم غر فکر نکردی تو گوسفنداری اله کردی با بالی خرمان شهلیمو تمام همه خرمان ازیر وزیر کردم باور بکو که قسماتور میخون نورالله که گیر کنم پست ازیر میکنم هنوز بچی میکن تو کم زده خاله یک پینجهی بده کمی دنبه کلمم چی شده
سولاخ شده برو من پاسمان کنم برو غال مغال نکن که نورالله خو اگر بیدار شه باور کو بعدم همین سرا تو رازو گنده تر میزنه. خاله جان بچه شما مر بزده تکور کردن نرم نور کرده یک پینجایی بدن خاله برو من سر خو به شهر برم پاسمان کنم ما بیان که نانیم اگه ببینه زهره ترق میشه. تو خرمن شلی مانو کمال بچرندی با برات پولم بیامدی. خاله جان به سر شما دارم که سر شما به یک شاخ بغزاله خونه میدم. ما سایه درختای چای میخوردم من ندیدم که خرمن شما اونجا شیلیا به زیر پوخا و باده اونجا قایم کردیم. انا گوسفند دیگه آخه مکو بیعقل‌ترم اونا. برفته چارتای بخورده شاید همه به هم که بکشیم یک بوجی شاید بخورده باشم. به یک بوجی کلمه بیتاره خاله جان شما خود شما پیش خود تصدیق کنه. خوب گپ یعنی میگه تو چرا نورالله نخواه بیدار میکنه که عدل به تو پول بده. بسته که اینجا خوب ها.